جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم به نامت قسم ای وطن، وطن وطن به نامت قسم ای وطن. نظام از یکم ردیف و دوم ردیف صف کش. نظام سرود وطن خوانده شود. خلي قسم ای وطن. نظام حلیمه و صفیه. نظام کریمه و زلیخا یک قدم به پیش. قسم خوانده شود. من کریمزاده زلیخا وسط کوههای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل کشور برای صداقت و حق حضور سرور جمهوری سوگند یاد میکنم و مسلحانه قسم میکنم قانون اساسی محمد علی محمد علی چیوشه راهنماهای حرفی امروز فرماندهان و سرداران را به شروع شرح اجرا کنم و سربازی با شرف با انتظام دلیل و هوشیار باشم. قسم میکنم که تا آخرین نفس نیرو و حیات خود را در این نداشته وطنم را مردانه و واحدانه مدافع کنم. همه دشمن محرومیت‌های وطنم را بر دوش گیرم. اگر من این قسم میکنم که ندید که کنم دیدم و جزای شخص نظام بچه گشت بچه گشت یک قدم بقیف براز گشت براز گشت
نظام سرباز قطاری میرزازاده محمد علی قدم زنان به پیش. و دست چی شد؟ کماندیر به دست من در حالت جنگ کندم. من هیچ باورم نمی‌آید. کماندیر من دروغ نمیگم، چیزی هست حقیقت است. من به تو دو سوال میدهم، اگر آنها را دانی به تو باور میکنم. اگر از در گرد و اطراف تو دشمنان تو را محاصره کنند تو آن وقت چیکار میکنی؟ تو پورده هم شما از یک طرف تنکه، از طرف دیگر هم تنکه، از پهلوی دشمنان، از بالای سر جلتریا تو آن وقت چیکار میکنی؟ آفرین به تو سرباز دلیر شجاع. براست گرد قدم زنان به جای ایست. براست گرد همستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همستیم را به پایت کنم قسم به نامت قسم ای وطن به نامت قسم ای وطن
ای مادری از طاقت تحقیر خستم وطن، ای شهچناری از شمالی جهل بشکستم. زی بعدی 100,000 سال علمهای تو بر یادم رسند، فریاد خواهم کرد. وطن، با نام تو، با ننگ تو، با عشق مجروحی نبردی تو، به جای عاشقانی غره مرگ و شیر مردی تو، بینای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد، تو را آباد خواهم کرد. همه هستیم را به پایت کنم که جان و